این وحید همونی که در چقدر گرفت وحید؟ سیلیریش کارباش وایت 130 تومن. میبینیم که حالش گرفته است و اونی هم که نشسته با این ریش داره اونم همونی حدود حقوق باشه 140. پول وحید هم میکشیدی دیگه. میبینیم منزوی و خودش. منم با اونی که کمتر از این دو نفر کار کردم 200 خورده زده. میخوام بگم که دست تکون میده اون کسی که دست نشانده همونه که آقایون تره 45 شما ترسی زایدی داد و 500 و تو تا 600 شما میخواد چهار وقت کار داداشش 600 تا موزی ارموز 20 چه داشتی بگذارید داستان همینه. هر کجا یه پاگاندایی داره برای خودش. یونس نگاه کند به نظرت مرتضی هم همه اینقدر میگیره؟ یه چیز عجیب مرتضی هم همه اینقدر کارفرما تازه پولا رو میزنن تو حساب یه سوپر، باز اون سوپری هم کارمزد کم میکنن، یعنی 130 تومن 10 تومن شو بندن 120 تومن به این آقایون تحویل بالغ بر 10 تا ماشین هر کدوم انجام دادن، شستن، تمیز کردن، مرتب کردن. یعنی پول نهارشون که هیچی، پول سیگارشون هم نمیشه. نه بخندیم نه ازدایی کنیم.